خوش آمدین به چینل خودتان. امروز خواستم برونی کچالو آماده کنم. دیگه برای شما دوستان شریک بسازم. دیگه مواد لازم ما است: روغن، 2 عدد پیاز، 6 دانه رومی، 3 دانه مرچ، 5 دانه سیر رو، کچالو، مرچ سیاه، تخم گشنیز، نمک، سر خشک، مرچ خشک، نعنا، ماست. دیگه در قدم اول من روغن اضافه میکنم. دو نیم ملاقه روغن اضافه میکنم. دو عدد پیاز رو قطع میکنم. پیاز داخل دیگ اضافه میکنم تا پیاز گلابی میشه دوستا. برمیگردیم. پیاز سرخ شده دوستا. سیر اضافه میکنم. من مرچ رو قسم توتا میکنم. میاره تراشک میکنم. چایخوری زرچوب، 1 قاشق غذاخوری رو، 5 عدد رومی، 3 عدد مرچ، 1 قاشق مرچ سرخ، نیم قاشق سیر خشک، 2 نیم قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری تخم گشنیز، 1 قاشق چایخوری مرچ سیاه. تا رومی سرخ میشه باز بعدش به شما نشان میدم. رومی سرخ شده. کچالو را اضافه میکنم. 1 کیلو کچالو. بعد از نیم ساعت کچالو سرخ شده. برونی کچالو دوستا و اوی جوش اضافه میکنم. یک بسته میکنم. دیگه باز متوجه باشیم که کنش نگیره. این بود برونی کچالوی امروز ما. دیگه خوشحال کنم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. دیگه شما خواسته باشین از این برونی پخته کنین و لذت ببرین برای فامیلتون. دیگه نظرتون حتما بر ما بنویسین.